جلسه مشاوره سیاست معارف شهر دوشنبه دایر به جنبش فعالیت اهل معارف پایتخت در 6 ماه‌های اول سال 2025 زیر تأثیرات و حس افتخار و ارزش‌گذاری عمیق به ارزش‌های مقدس صلح و آرامی و ثبات کامل سیاسی در وطن عزیزمان وحدت ملی که برای ما نه تنها رمز صلح و آرامی و ثبات سیاسی بلکه عامل اساسی رشد استواری همه ساحه‌های کشور از جمله ساحه معارف است برگزار گشته همزمان مژده‌رسانی کار و پیکار سازندگی و آبادکاری به استقبال جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان میباشد. این نکته ذکر گردید ضمن برآمد سردار سیاست معارف شهر دوشنبه در جلسه مشاوره دایر به فعالیت سیاست معارف شهر دوشنبه در 6 ماه‌های اول سال 2025 گفته شد که عین زمان تاجیکستان در مرحله رشد استوار قرار داشته تطبیق 8 برنامه دولتی و 2 استراتژی دراز مدت عملی گردانی اصلاحات ساحه دستگیری مکتب و آموزگار تألیف کتاب‌های درسی و تکمیل مضمون و مندرجه تحصیلات نشانه‌های واضح رشد ساحه معارف بوده زمینه وحدت ملی و استقلالیت دولتی می باشد. از اینجاست که پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امالی رحمان ضمن سخنرانی در تنتنه ادانه با افتخار 28 سالگی روز وحدت ملی در شهر خاروق ولایت مختار کوهستان بدخشان تاکید نمودند که در شرایط حاضر هر یک فرد خودآگاهی مملکت را ضرور است که برای در روحیه وطن دوستی و وطن پروری و رسیدن به قدر استقلال و آزادی صلح و ثبات و وحدت ملی تربیت کردن فرزندان خود یعنی نورسان و جوانان سعی و تلاش ورزد. تاکید کرده شد که این زمان 37% کودکان سن تا مکتبی با تعلیم و تربیت اولیه فرا گرفته شدند که از آن شماره 74% کودکان در مؤسسه‌های تأسیسات تا مکتبی بودجتی 13% در 62 عدد کودکستان‌های خصوصی 7% در 12 عدد مؤسسه‌های تا مکتبی نزد کارخانه و مؤسسه‌ها و 6% کودکان در 104 عدد گروه انکشاف کودکان نزد مؤسسه‌های تعلیمی تربیت و تعلیم می‌گیرند. در دوره حساباتی در شهر دوشنبه 210 مؤسسه تعلیمی از جمله 13 مؤسسه تأسیسات ابتدایی 19 عمومی اساسی و 177 میانه عمومی و یک مؤسسه تأسیسات غایبانه فعالیت می‌نماید. از این تعداد 149 مؤسسه‌های تعلیمی بودجتی 10 عدد مؤسسه تعلیمی مقام جمهوری داشته 13 عدد مؤسسه‌های تعلیمی تابع تشکیلات و اداره‌ها 38 عدد مؤسسه‌های تعلیمی غیر دولتی میباشند که با فراگیری 302190 نفر خواننده فعالیت نمودند. باید قید کرد که شماره خوانندگان نسبت به همین دوره سال گذشته 16812 نفر زیاد می باشد. در انجام معاون وزیر معارف و علم معاون رئیس شهر دوشنبه دیرکتوران گیمنازیای رقم 2 و لیسه عمر خیام با مذاکره برآمده حسابات سردار سیاست را قانع کننده ارزیابی نمودند.